سلام دوستان. یه عده از دوستان تو اینستاگرام پیام داده بودن که در خصوص گل افغانستان به ایران توضیح بده که روش خیلی مانور شده. عرض کنم خدمت شما اون گلی که زده شد، اصلا اولش اون پاس گل رو توضیح بدم. پاس گلی که داده شد در حد بازی‌های اروپایی بوده. حتی این پاس گل میشه به جرئت میشه گفت که تو چمپیونز لیگ بیشتر میشه دید از عمق دفاع ما پاس داده شده. اون بازیکنی که حالا فکر کنم اسمش رحیمی بود، نعیم رحیمی، پاسی که داد یه پاس خیلی حرفه‌ای بود. و در این خصوص یه نکته‌ای هست که آیه قلعه‌نویی حالا باندباز باید بیاد توضیح بده که چرا دفاعی که دعوت کرده باید اینجوری راحت دور بخوره و اینکه چرا شجاع خلیلزاده با این آمادگی به تیم ملی دعوت نشده و مطمئن باشید به وقتش هم توضیح خواهد داد با آبروریزی که تو آینده تو جام جهانی انجام خواهد شد. این از این. دومش هم این که این گلی که اصلا زده شد، اون شخصی که گل زده، حالا فکر کنم آیه موسوی بود، آیه موسوی این گلی که زده حالا خیلی قشنگ بود دیگه، حالا از واقعیت نگذریم، خیلی گل زیبایی بود و این شخص اصلا شغل اصلیش آهنگریه. یعنی شما در نظر بگی شخصی که میشه گفت حالا تفریحی فوتبال بازی میکنه، اصلا اینا خیلی هاشون باشگاه ندارن این بازیکن‌های افغانستان. یعنی کل مبلغی که ترانسفر مارکت حالا برای این تیم در نظر گرفته $180,000، یعنی کل بازیکن‌هاشون، در حالی که ما کمتر از $1,000,000 بازیکن نداریم. یه بازیکنی که تفریحی فوتبال بازی میکنه و شغلش آهنگریه میاد به بازیکنی که 24 ساعته فوتبال بازی میکنه و شغل اصلیش فوتبالیسته گل میزنه. اونم چه گلی زده. و یه نکته دیگه هم که هست، میخوام بیشتر از این ویدیو طولانی نشه زود عرض کنم خدمتتون، این که ایران در طول تاریخ فوتبالش 2 گل خورده از افغانستان، هر دوتاش آقای نیازمند خورده. شما در نظر بگی بازیکنی که 270 میلیارد از بیت المال پول داره دریافت میکنه، چرا باید اینجوری مفتضحانه گل بخوره، اینجوری آبروریزی را بندازه؟ شاید در نظر بگیرید ما بازی رو 3-1 بردیم، ولی شما در نظر بگی ببینید پاس گلشون چجوری بوده، نمیدونم اینم از این گلشون چجوری بوده. اصلا اینا نقطه ضعفه. اینا اصلا شاید جلو تیم مثل بلژیک بازی کنی، برزیل بازی کنی، جلو تیم‌های اروپایی بازی کنی بیشتر نمود داشته باشه و باعث آبروریزی بیشتری بشه. به هر حال امیدواریم که درست بشه. مزاحمتون نمیشم و وقت نمیگیرم و یا علی.